سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر باشه. امروز میخوام که این انار یلدایی خوشگل رو بهتون آموزش بدم. برای شروع باف از هر مدل مروارید قرمز میتونید استفاده کنید. من اینجا از سایز 8 استفاده کردم و از بقیه نبودن ضروریش داشتین و نخ نامرئی سایز 15 استفاده کردم. برای شروع حدود 1.5 متر از اون نخ نامرئی رو برش میدم و توی سر نخ 5 تا مروارید میندازم و پنجمی رو مشترک میکنم. برای شروع کار ما به یک گل 5 تایی نیاز داریم. 5 تا مروارید. وقتی میگم مشترک منظورم که مهره آخری رو از سمت دیگه نخم رد میکنم و مشترک با نخ روبروش میبافم و میکشم و حتما هم اول کار سعی کنید دو سمت نخ رو با هم بکشید که یه سمت نخ بلند و کوتاه نباشه. همونطور که تصویر میبینید منم 5 تا مهره تو نخم دارم. خب حالا 5 تا دیگه اضافه میکنم توی سر نخ و آخری رو مشترک میبافم. من اینجا میخوام خونه های 6 تایی دوره این خونه 5 تایی داشته باشم. خب حالا یه سمت نخم رو از مهره کنارش رد میکنم و الان 4 تا دیگه اضافه میکنم. 4 تا مهره اضافه میکنم و آخری رو مشترک میبافم. اینطوری دومین خونه 6 تایی من تشکیل میشه. خب یه خونه 5 تایی دارم، الان 2 تا 6 تایی کنارش. دوباره نخم و نخ پایینم سمت پایین از مروارید کنارش رد میکنم و نخ بالایی رو دوباره 4 تا مروارید اضافه میکنم و 4مین مروارید رو مشترک میبافم. اینجوری سومین خونه 6 تایی من تشکیل میشه. تو رجع اول من باید 5 تا خونه 6 تایی داشته باشم. پس دوباره نخ پایین از مروارید کنارش رد میکنم و نخ بالایی رو دوباره 4 تا مروارید اضافه میکنم به نخ بالایی و 4مین مروارید رو با نخ روبروش مشترک میبافم. الان شد 4 تا خونه 5 تایی همجور میبینید. برای خونه آخر من از 2 تا مروارید رد میکنم، مروارید پایینی و مروارید کناریش که رج اولم کامل بشه. وقتی رد میکنم الان باید 3 تا مروارید بندازم که بافت من یه بافت 6 تایی باشه. 4 تا مروارید نندازید. 1 2 و سومین مروارید رو رد میکنم. توی سومی رو مشترک میبافم. خب الان من 5 تا خونه 6 تایی دارم. تا اینجا باید نگاه کنید که شما درست بافته باشید. 1 2 3 4 5 تا خونه 6 تایی. برای رج دوم نخ پایینم رو از مهره کنارش رد میکنم و اولین بافت 6 تایی رو میخوام ببافم. 4 تا مروارید اضافه میکنم به نخ بالایی و 4مین مروریدم رو مشترک میبافم. من اینجا یعنی این ردیف باید یه دونه 6 تایی باشه یه 5 تایی. خب نخ پایینم رو از مروارید کناری رد میکنم. الان من 2 تا مروارید توی بافتم دارم، 2 تا مروارید مشترک دارم. پس برای بافت 5 تایی به 3 تا مروارید نیاز دارم. نخ بالایی رو از 3 تا مروارید رد میکنم. 2 3 و سومی رو مشترک میبافم. الان یه بافت 5 تایی دارم. شما باید بشمارید یه بافت 6 تایی و بعدش یه بافت 5 تایی. خب الان نوبت بافت 6 تاییه. پس نخ پایینم رو از 2 تا مروارید رد میکنم، 2 تا مروارید کنار هم رد میکنم و مجموع مرواریدهای توی نخ من 3 تا هست. پس 3 تا مروارید دیگه اضافه میکنم به نخ بالایی که مجموع مرواریدها میشه 6 تا. 1 2 3 و سومی رو مشترک. این یه بافت 6 تایی شد.
نوبت بافت 5 تاییه. نخ پایین رو از مروارید کناریش رد میکنم و 3 تا مروارید دیگه اضافه میکنم به نخ بالا. مرواریدی که اضافه میشن به نخ بالا فقط اضافه میشن. سومی رو مشترک میبافم و بافت 5 تایی بعدی تشکیل میشه. اینجا فقط باید مراقب باشید که بافت 5 تایی 6 تایی تو مرتب باشه. نخ پایین از 2 تا مهره بعدیش رد میشه، از دومی هم ردش میکنم. خب پس بعد به نخ بالا باید 3 تا مروارید اضافه کنم. به نخ بالا 3 تا مروارید اضافه میکنم و با نخ پایین مشترک میبافمش. این میشه یه بافت 6 تایی. بافت بعدی 5 تاییه. نخ پایین از مروارید کناری رد میشه و نخ بالا 3 تا مروارید اضافه میکنم. شما همیشه به بافت قبلیتون نگاه کنید. اگه 5 تایی بود 6 تایی ببافید، اگه بافت قبلی 6 تایی بود 5 تایی. الان بافتم چیه؟ 5 تایی، پس باید 6 تایی ببافم. از 2 تا مهره کناری نخ پایینم رو رد میکنم و به نخ بالا 3 تا مهره اضافه میکنم و سومی رو مشترک میبافم و اینطوری خونه 6 تایی بعدی تشکیل میشه. دوباره نخ پایین از مهره کناریش رد میشه الان 2 تا از مهره کنارش رد میشه و 3 تا مروارید توی بافت بالا اضافه میکنم که یه خونه 5 تایی تشکیل بشه. سومی رو مشترک میبافم. حالا نخ پایینم رو از 2 تا مهره کناری رد میکنم و نوبت خونه 6 تاییه. پس نخ بالا 3 تا مهره باید اضافه کنم که یه بافت 6 تایی داشته باشم. 1 2 3 و سومی رو مشترک میبافم. حالا به انتها رسیدیم. اینجا باید از 2 تا مهره رد کنم. میخوایم خونه 5 تایی ببافیم ولی بعد از 2 تا مهره ردش کنم چون میخواد بافت بسته بشه. یک 2 3 سومی رو مشترک میبافم. درست شد؟ از خونه بعدی ردش میکنم. حالا این آخرین رجم رو از 2 تا خونه پشت سر هم رد میکنم. 3 تا همون خونه 5 تاییه. با 2 تا مهره مشترک میبافم. دومیه رو با نخ مشترک میبافم و حالا خونه 5 تایی تشکیل شده. شما الان باید نگاه کنید یکی در میون باید یه دونه 5 تایی داشته باشید، یه 6 تایی، یه 5 تایی، یه 6 تایی. اگر اشتباه همینجا باید بشکافید و دوباره ببافید. خب میریم برای رج بعد. نخ پایین رو از مروارید کناری رد میکنم و نخ بالا 4 تا مروارید اضافه میکنم. این رج کل بافت ما بافت 6 تایی فقط داریم، بافت 5 تایی اصلا نداریم. 4 تا اضافه میکنم، 2 تا هم تو خود نخ بوده میشه 6 تا. نخ پایین رو از 2 تا مهره کنارش رد میکنم و 3 تا مهره دیگه به بافت بالام اضافه میکنم که یه بافت 6 تایی داشته باشم و دومین خونه 6 تایی تشکیل میشه. دوباره نخ پایین از 2 تا مهره بعدی رد میشه و 3 تا مهره به نخ بالا. این بافت رو تا آخر همین رج به همین منواله، یعنی نخ پایین از 2 تا مهره رد میشه
و نخ بالا 3 تا مهره اضافه میشه که در مجموع بافت 6 تایی داریم. من یه بار دیگه انجام میدم. نخ پایین از 2 تا مهره کناری رد میشه. الان 3 تا مهره دارم، 3 تا هم اضافه میکنم که بافت 6 تایی من کامل بشه. اینطور. و باز همین روال رو من ادامه میدم تا اینکه به آخر رج برسید. یعنی 2 تا مهره از نخ پایینی رد میکنم، 3 تا مهره به نخ بالایی اضافه میکنم. و بافت 6 تایی بعدی تشکیل شد. من در ادامه سعی کردم یکم فیلم رو تند کنم که این یه رجی که فقط بافتای 6 تایی دارم و تکرار میشه وقت شما رو زیاد نگیره و شما هم با من ببافید. در این قسمت من نخم کوتاه شده چون نمیتونستم ادامه بافتو بدم. باید نخ و مابین مهره ها مخفی کنید. نیاز به گره زدن نیست، فقط کافیه نخ ها رو بین مهره ها حرکت بدید تا نخ کوتاه بشه و همزمان نخ رو بکشید، هر دو سمت نخ رو. وقتی کوتاه شد میتونید از قیچی استفاده کنید و انتهای نخ رو بچینید و دوباره میتونید یه حدود 1-1.5 متر نخ قیچی کنید و به سر کار به همونجا که کار تموم شده بود دوباره نخ اضافه کنید تا ادامه بافت با هم دیگه داشته باشید. اینجا محدودیتی نداره، نخ رو از هر قسمتی که بخواید میتونید رد کنید و در آخر قیچی کنید. حالا نخ جدیدم رو به همون قسمتی که کار تموم شده بود دوباره اضافه میکنیم. در اینجا همون بافت 6 تایی رو باید ادامه بدیم. چند تا خونه دیگه مونده که اون بافت 6 تایی تکمیل بشه. دوباره نخ پایینم رو از 2 تا مهره کناری رد میکنم و به نخ بالام 3 تا مهره اضافه میکنم که یه بافت 6 تایی داشته باشم. فقط چون نخ جدید اضافه کردید سعی کنید دو سمت نخ هم اندازه باشه که نختون تو ادامه بافت کوتاه بلند نشه. 3 تا مهره، 1 2 سومین مهره رو اضافه میکنم و آخری رو با نخ روبروش مشترک میبافم. خب اینجا نخ پایینم رو من از 3 تا رد میکنم، از 3 تامون، چون آخر بافت من هست. دومی برخلاف بقیه چیزها بافت قبل از سومی هم ردش میکنم. از سومین مهره رد میکنم. الان من 4 تا مهره دارم تو بافتم. برای داشتن بافت 6 تایی 2 تا مهره دیگه فقط اضافه میکنم و دومی رو مشترک میبافم. خب الان من این رجم کامل بافتم، یعنی یک رج کامل بافتای 6 تایی داره. کل بافتای من 6 تایی. بعد نگاه کنید که چیز رو اشتباه نبافته باشید. خب حالا بخوام شروع کنم رج بعد رو ببافم دوباره باید نخ پایینم رو از مروارید کناری رد میکنم. برای شروع این رج اولین بافت من باید یه بافت 5 تایی باشه. پس 3 تا مروارید از نخ بالا رد میکنم و آخری رو مشترک میبافم. اولین بافت من باید یه بافت 5 تایی باشه. میشمارم 2 3 4 5 تا. خب
از مروارید کناری رد میکنم، از مروارید بعدیش هم رد میکنم، یعنی از 2 تا مروارید رد میکنم و حالا 3 تا مروارید به بافت به نخ بالا اضافه میکنم و یه بافت 6 تایی. این رج هم همینجوری، یه بافت 5 تایی، یه بافت 6 تایی. یکی در میون باید 5 تایی 6 تایی ببافید. این بافت الان شد بافت 6 تایی. خونه بعدی باید یه خونه 5 تایی باشه. از 2 تا مروارید بعد رد میکنم، از خونه بعدیش هم رد میکنم، مواظب باشید که گره نخوره ما بین کار کنیم. چون نخ من بلنده یکم اول کار اذیت میکنه و مراقب باشه گره نخوره. الان من 3 تا مهره دارم، پس بعد تو نخ بالام 2 تا مهره فقط اضافه کنم که یه بافت 5 تایی داشته باشم. دومی رو مشترک میبافم. دومی رو که مشترک ببافم میشه یه بافت 5 تایی. بعد از بافت 5 تایی نوبت بافت 6 تاییه. پس از 2 تا مروارید کناری دوباره رد میکنم و به نخ بالا 3 تا اضافه میکنم و سومی رو مشترک میبافم. اینجوری یه بافت 6 تایی داره. دوباره نخ پایینی از 2 تا مهره بعدی و حالا 2 تا مروارید اضافه میکنم. این بافتم همینجوری شما ادامه بدید، یعنی تو این رجب یه بافت 5 تایی، یه بافت 6 تایی. خونه پایینی همه نخهای پایین از 2 تا مروارید رد میشه، بالایی یا بافت 6 تایی میزنیم یا بافت 5 تایی، یکی در میون. حتما هم نگاه کنید بهش که درست باشه. تا انتهای بافت به همین روال ادامه میدیم تا به انتهای بافت برسیم. خب اینجا دیگه آخر بافت نخ پایین رو از 3 تا پشت سر هم رد میکنم و با 2 تا مهره مشترک میبافمش و بافت این رج کامل میشه. داریم به قسمت بالای انار میرسیم. حالا برای شروع رج بعد نخ پایین رو از مروارید بعدیش رد میکنم، از مروارید دومی هم رد میکنم، یعنی نخ پایین از 2 تا مروارید پشت سر هم رد میشه. الان 3 تا مروارید دارم، 3 تا مروریدم به نخ بالا اضافه میکنم که یه بافت 6 تایی داشته باشم به این صورت. حالا دوباره نخ پایین رو این بار از 3 تا مهره رد میکنم، 3 تا مهره پشت سر هم رد میکنم. یک از مروارید دوم و مروارید سوم نخ پایین رو با هم رد میکنم. دوباره میخوام بافت 6 تایی داشته باشم، پس به نخ بالا باید 2 تا اضافه کنم. 2 تا هم به نخ بالا اضافه میکنم، مشترک میبافم. برای بافت بعد دوباره از نخ پایینم رو از 3 تا مهره پشت سر هم رد میکنم. یک، دومی و سومی مروارید رو رد میکنم و دوباره به نخ بالا 2 تا مهره اضافه میکنم و دومی رو مشترک میبافم. خب نخ پایین نگه میدارم، به نخ بالا 2 تا اضافه میکنم، دومی رو مشترک میبافم. حالا اینجا باید نخ پایینم رو از 4 تا مروارید رد کنم، 4 تا مروارید پشت سر هم. یک،
من اشتباه گفتم 4 تا، از 3 تا مروارید ردش میکنم و دوباره 2 تا مروارید اضافه میکنم. مثلا 3 تا مروارید شما هم ردش کنید نخ پایینتون رو، 2 تا هم به بالا اضافه کردم و به مجموع 6 تا. حالا اینجا باید شما بافت بعدی رو، یعنی نخ پایینتون رو 4 تا مروارید رد کنید. برعکس بافتای قبل نخ پایینم رو از 4 تا مروارید پشت سر هم رد میکنم. منظورم پشت سر هم شما باید تشکیل یک دایره بدید، نه مثلا مروارید پایینش نه، همینجور مروارید کناری رد میکنید و تشکیل یک دایره بدید، مثلا 4 تایی یا 5 تایی. من اینجا میخوام خونه 6 تایی ببافم، پس از 4 تا مروارید ردش میکنم. خب نخم رو میکشم، محکم میکنم که بافتم شل نباشه. اینجا قبل از که مهره مشترک ببافم، حلقه اتصالم رو اضافه میکنم، حلقه جا کلیدی، و با یه مهره مشترک میبافم. اگه شما میخواید فقط یه انار کریستال داشته باشید دیگه میتونید اون حلقه جا کلیدی رو اضافه نکنید، فقط با یه دونه مروارید مشترک ببافیدش. ولی من چون میخوام ازش به عنوان جا کلیدی استفاده کنم، اول حلقه جا کلیدی رو بس میکنم و با یه مروارید مشترک میبافمش. حالا بافتم به اتمام رسیده و الان سعی میکنم نخم رو مابین بافت مخفی کنم. اینجا قانون و قاعده خاصی برای مخفی کردن نخ نداره. از هر قسمت مرواریدا میتونید رد کنید تا این نختون کوتاه بشه و سعی هم کنید که نختون رو بکشید که بافتتون محکم باشه و جای نخ شل نمونده باشه. وقتی یه نختون کوتاه شده و به اندازه کافی بین خونه ها جا به جاش کردید، میتونید با استفاده از یک نخچه نختون رو قیچی کنید. ما اینجا اون بدنه انار رو بافتیم و الان میخوایم شروع کنیم اون قسمت دالوری سر انار رو، اون قسمت رو ببافیم. خب برای بافت اون دالوری بالای انار، خب ما اینجا حلقه جا کلیدی رو بافتیم. یه حالت تقارن اگه بخوایم حساب کنیم، اون بالای انار اگه باشه، پایین انار، یعنی ما بالای انار یه خونه 5 تایی داریم، پایینش هم باید با همون زاویه یه خونه 5 تایی دیگه باید داشته باشیم. همون خونه 5 تایی رو ما انتخاب میکنیم. خب نخ از بین یکی از اون خونه های 5 تایی من رد میکنم. اینجا ما فقط خونه های دوباره میخوایم 5 تایی بمونه، یعنی روی هر کدوم از اون مهرهای خونه 5 تایی میخوایم یه دونه خونه 5 تایی ببافیم. پس 5 تا دونه، یعنی 4 تا، چون یه دونه مروارید مشترک داریم که الان نخ ازش رد کردیم. 4 تا مروارید من اضافه میکنم. خب 4می رو مشترک میبافم و اینجا که اولین خونه 5 تایی سر انار تشکیل میشه. حالا فقط کافیه کارمون رو بکشیم و نخ سمت پایینمون رو از مروارید کناری رد کنیم، یعنی از یکی یکی اون خونه 5 تایی رو که انتخاب کردیم روی هر کدوم از اون مهرها یه خونه 5 تایی دیگه ببافیم. الان من رد کردم، درسته؟ الان من 2 تا مهره مشترک پایین دارم، از 3 تا دیگه فقط مهره به نخ بالام اضافه میکنم که یه خونه 5 تایی دوم تشکیل بشه. خب یه مهره بسته. شما تماستون به مهره های مشترکتون باشه و در مجموعش یه خونه 5 تایی. اینجا دومی خونه 5 تایی سر انار ما هم بافته میشه. حالا دوباره نخ پایینم رو از مهره کنارش رد میکنم. بازم من نخ مشترکم 2 تا مهره دارم، درسته؟ پس با نخ بالا 3 تا مهره دیگه اضافه میکنم و دوباره مجموع میشه 5 تا. خب نخ پایینم رو از مهره بعدی رد میکنم و به نخ بالایی
3 تا مهره دیگه اضافه میکنم و 4مین خونه 5 تایی من بافته میشه. حالا من میخوام اون قسمت آخرش رو ببافم. اینجا من از 2 تا خونه رد میکنم، یعنی از خونه کناریش، آخرین خونه 5 تا میخواد بافته بشه، از خونه کناری حوصله رد میکنم و یه مهرم از خونه بغلش مشترک میبافم. این وجه من کامل میشه. خب سعی کنید حتما نفرتون رو بکشید. از خونه کناری اون رجی که بافتم یه مهره اونجا هم. خب از این مهرم رد میکنم و الان من 3 تا مهره مشترک تو نخم دارم، پس بعد برای بافت 5 تاییم 2 تا دیگه به نخ بالاییم اضافه میکنم و دومی رو مشترک میبافم. حالا چیزی که این انار رو خیلی زیبا میکنه اضافه کردن یک زائده های بالای صنعانی که این حالت نامنظم رو بهش بده. برای این کار ما فقط با یه سمت نخ کار میکنیم، نخ بالایی رو باش کار نداریم، نخ پایینی رو از مهره کناری رد میکنیم و با یه مهره اضافه کردن اون تیزی بالای انار داره تشکیل میشه. دوباره نخ رو از مهره بعدی رد میکنیم و با اضافه کردن یه مهره تیزی دوم هم تشکیل میشه. نیاز نیست از هر 2 سمت نخ استفاده کنیم. خب مهره بعدی رو هم اضافه میکنم و همینطوری جلو میرم تا اون تیزی ها و دالبولی ها تشکیل بشه. اینجا دیگه من قسمت کار بافت من تموم شده، فقط نیازه که اون اضافه نخ رو ما بین کار مخفی کنم. طبق روال قسمت های قبل نخ رو مخفی میکردیم، نخ رو از ما بین مهره ها رد میکنم و نخم رو میکشم محکم و در آخر قیچی. حالا شما با هر چیزی میتونید انتهای کارتون رو تزیین کنید. من از روبان سبز استفاده کردم که تم یلدایی داشته باشه و یه پاپیون ساده براش استفاده کردم و کارم رو خوشگل کردم. شما میتونید از مرواریدهای سبز، از منگوله و رنگ‌های مختلف واسه تزیین جاکیتتون استفاده کنید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و از این گیفت یلدایی به دوستان عزیزتون هدیه بدید.